در آمد. حاجی ما و شما میگیم که باز نبین پیش از صحبت ما خواهش کردیم که برادر چند دقیقه خاموش باشید، زیرا در بین صحبت انسان در آمدن انسان رو ناراحت میکنه. و عبدالله که چشم بینا نداشتن در بین سخن حبیب خدا در آمدن و گفتن علمنی ای محمد صلی الله علیه و سلم، مرا از دین و از اسلام تعلیم بده چه خیلی که خدا تو را تعلیم داده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم ناراحت شدن، روشون گردوندن و چهرهشون هم ناراحت کردن. و خداوند در قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم عجیب نکته رو بیان کردن: عبس و تولی ان جاءه الاعمى. پیغمبر من ناراحت شد، روش گردانید به خاطر که پیشش یک مردی نابینا آمد. پس این آیه و این سرزنش و این ادب و درس هر بار عبدالله می آمد، حبیب خدا ردای مبارکش میگرفت، پایانداز میکرد، میگفت اهلا و سهلا مرحبا بکم بمن عاتبنی ربی. بیا عبدالله خوش آمدی، برای تو من جنجال شنیدم در قرآن. علما میفرمایند آیا الله رب العزت در این سوره پیامبر صلی الله علیه و سلم جنجال کرد یا اظهار محبت کرد؟ عجب بزرگان، در لغت عربی اگر کسی را جنجال کنی باید با کلمه های خطابانه بگویی. عبست و تولیت، رو گرداندی و ناراحت شدی. اما خدا با حبیبش که صحبت نکرد، با کلمه های غایبانه صحبت کرد، گویا که حبیب خدا وجود نداره، دیگر جا از صحبت نیست. محمد ناراحت شد و چهرهش دیگرگون کرد، نگفت محمد ناراحت شدی و چهرهت دیگرگون کرد. و این آیه دو دست من و شما را میته: یکی دفاع صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم و دیگر اظهار محبت با حبیبش. واقعا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سراسر از اول تا آخر نگاه بکنیم، کردار و رفتارش ادب است، درس است، سبق است. حتی روزی که رسول الله هجرت کرد رفت مدینه، هند که دشمن اشدی حبیب خدا بود، با ابو سفیان صحبت کرد، با شهورش. گفت ابو سفیان ما بای دادیم. ابو سفیان گفت نه هند، ما پیروز شدیم، محمد از مکه بیرون کردیم. رفیقاش در اینجا موند. گفت مرد، محمد صلی الله علیه و سلم همه اصحابش برد. گفت چرا؟ خودش با ابوبکر اصلا هیچن. گفت رابطه محمد با اصحابش رابطه قلبی هست. اینجا گفت شکل‌های صحابه هست اما روحشان گفت با محمد در مدینه ما بای دادیم. و واقعا بعد 22 ساله که اذیت دادن شه هند و ابو سفیان و رسول الله به 10,000 لشکر دوباره مکه را گرفتن. ابو سفیان با حضرت عباس صحبت میکرد: عباس برادرم، دادرزاده ایم که 22 سال اذیت من دادیمش، یه روزو پیروز شد، یه روزو غالب و ما مغلوب شدیم. و این محمد یتیم این روز به چی کبر و غرور میایه مکه را میگیره. و اگر محمد طرف خانه ما بیایه هر دو شمشیر دکشید. گفت محمد پاره پاره میکن. همین اثناء صحبت بود رسول الله با سر خم و با آب دیده در پره رخساره و با کلمه استغفار بیت الله در آمد. و اولین سخنشون چی بود؟ هر کسی در خانه ابو سفیان نکشید. گفت عباس سبحان الله، ما چی فکر دارم، محمد چی فکر داره؟ عباس اگر ما برم مسلمان شم محمد اسلام ما را قبول میکنه؟ گفت بله. گفت برادرم عباس، یکی ما برم اگر اسلام بگم مرا اسلام قبول نکنه ما چیکار کنم؟ گفت همون عذرهایی که برادرای یوسف برای یوسف کرده بودن همون را پیشنهاد کن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در راه می آمد، یک کمپی را دید.
گفتن این کمپیر کی است؟ گفت این کمپیر مادرت حلیمه، همون مادری که تیره شیر داده کلام کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم سر بدن همون کمپیر رو میبوسید، اما در جان میگفتن. و پس اون رفت دید نفر دیگر. گفت کی هست؟ گفتن دوگانه رحمتی آیلت خدیجه هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت عجیب میکرد با و حتی ردای مبارکش پرتاف و گفت بالای ردای ما بشی. و عایشه مادر میگه من از دور نگاه میکردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی حالتها خنده میکرد، بعضی حالتها گریه میکرد. عایشه مادر حیران شدن که این زن کی است که حبیب خدا بعضی حالتها میخنده، بعضی حالتها گریه میکرد. و رفتم زن حضرت جانی کی بود؟ گفت این دوگانه رحمتی عائلم هست. دوگانه رحمتی عائلم خدیجه هست. گفت ایره خوله میگن. گفت بعضی جاها میخندیدی، بعضی جاها گریه میکردی. گفت قصه خدیجه را میکرد برام. میگفت همیشه خدیجه خنده کرد، من خنده کردم. میگفت در همیشه خدیجه گریه کرده بود، من گریه میکرد. گفت رسول الله خدا از تو کمپیر را گرفت، من بهتر داد، اولم در فکر همون کمپیر است. حضرت قد ناراحت شد، گفت حالی هم رسم و رسوم جاهلیت شما دامان باش. اولین کسی به من ایمان آورد از خدیجه هست و اولین کسی که تمام ایمانش در راه خدا صرف کرده از خدیجه است. عایشه مادر میگه با زانو افتادم، استغفار و توبه کرد. و پس آن رفتن و بلال حبشی که اگر این روز یک سیاه‌پوست باشه نفرت داریم با او افخاد بخوریم، اما برای محبت بلال هممون قلبهامون هر روز در هیجان است که یک گورک بلال ببینیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فریاد کرد بلال اینجا بیست. گفت اصحاب بلال مقدسترین و بزرگترین چیزی که در روی زمین است بیت الله است و ای بلال حالا تو در نزد خدا از بیت الله هم بزرگی، برو بالای مکه از اون. سیدنا بلال رضی الله تعالی عنه و ارضاه رفتن بالای مکه از اون. میگفتن ابو سفیان با حضرت عباس می آمدن. وقتی دیدن بلال در بالای بیت الله از اون میگه، گفت عباس واقعا دین محمد دین حق است. ابو سفیان از کجا دانستی؟ گفت غلام سیاه دیدی کجاست؟ روز همی در خاک و خون آغشته بود و این دین بزرگی شد بود که غلام از کجا به کجا بود و ما را از کجا به کجا آورد. واقعا این دین حق است. و آمدن از پهلوی رسول الله صلی الله علیه و سلم ایستادن. حضرت روش نگرداندن، روی ابو سفیان نگاه نکردن. از این پهلوش آمدن روش نگرداندن، رو پهلو آمد همون عذرهایی که برادرای یوسف کرده بودن پیشنهاد کرد. همون جوابی که یوسف برای برادراش داده بود رسول الله صلی الله علیه و سلم برای عمکش داد. گفت دین اسلام دین ناامیدی نیست. پس آن خطبه خوندن، گفتن 22 سال مرا اذیت داده، حالا همه زیر دستمه، چی جزاتون بتون؟ یکیشون تا حال ایمان آورده بود، گفت را پدرت بسیار بزرگزاده و با رحمت و فرزندی اما است، جز از بخشیدن هیچ قانون رو بالای ما نمیاری. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن اذهبوا و انتم طلقاء، برین همت آزاد. نگفت مسلمان شه، برین گفت همت آزاد. اکرمه بچه ابو جهل سوال کرد آیا محمد زنای ما را گرفت، خانه های ما را سوخت، درخت های ما را کم؟ گفت نه، همه را آزاد کرد. بچه ابو جهل هم اومد مسلمان شد. صفوان هم اومد مسلمان شد. هند که جگر امیر حمزه را مکیده بود و هم اومد مسلمان شد. سبحانك یا ربی، چقدر دین عجیب است دین اسلام. و رسول الله همه حبشه که امیر حمزه را شهید کرد فریادش کرد، گفت چی میتونی قصه بکنی از عمه من از امیر حمزه؟ گفت چی قصه بکنم رسول الله؟ گفت روز جنگ احد امیر حمزه چگونه جنگ کرد؟
گفت رسول الله کسی روپروی امیر حمزه میشید پاره پاره میشید، پس گفت تو چگونه شهیدش کردی؟ گفت من از پشت دادم. گفت تو عمکی من شهید کردی، میتونی که روپروی من نتوری؟ من هر باری تو رو ببینم عمک من به یادم میاد. حبشی پناه حبیب خدا را تماشا میکرد و آخر حیاتش روپروی حبیب خدا می نشستند و تماشا میکرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجودشون یک ادب درس و مدرسه بود. یکی از صحابه تعالیم ما نآورده بودن، خواستن بیاین که رسول الله را بفهمن کی است. گمان و تصور میکردن شاید رسول الله کرسی و تخت داشته باشه. آمدن عادی شیشته است و سوال عجیب کردن من محمد، از بین شما محمد کیست؟ رسول الله از جاش خستن گفتن انا، ما هستم. و مردهای بادیه نشین و قشلاق نشین عجیب سوالا میکنن انت محمد، آیا تو هستی محمد؟ گفت بله. گفت تو ما را گفتین کلمه عرضه بکنیم، نماز بخونیم، روزه بگیریم، حج و زکات؟ گفت بله. گفت والله از این گفتاد کمی زیادم نمیکنم و کم هم نمیکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن اگر در دعواش راستگو باشه نجات یافت. اولین کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول کرد این مادرمان خدیجه بود. از زنها و از مردها ابوبکر و از بچه ها علی. و اولین کسی مسجد ساخت در گرد بیت الله یا ابوبکر صدیق بود. و روز ابوبکر صدیق آمد که از قرتک حبیب خدا جخیدن، حتی در تنه بیت الله برداشتنش، پای مبارک از زمین خیستن. حضرت ابوبکر دفاع کردن، اینقدر حضرت ابوبکر بلاغت ها زدن حتی میگه چهره شناخته نمیشد. و اولاد حضرت ابوبکر گفتن اگر ابوبکر بمیره ما از اولاد شما قصاص میگیریم. تا حال مادری ابوبکر ایمان نآورده بودن. حضرت ابوبکر در آغوش مادر بودن. وقتی چشمش باز کردن نگفتن در کجای مزدگه. اولین سوالش چی بود؟ احوال حبیب خدا چگونه است؟ مادرش گفتن آخه تو را برای محمد نزنم، با از همون محمد میپرسی؟ گفت اگر دو چشمی من محمد آنها بینم ما باید هم تا شما صحبت نمیکنم. خبر آوردن که رسول الله حیات است، سالم است. گفت اگر چشم هم نبینه حلقم دوایی را قبول نداره. حضرت ابوبکر خیزاندن که راه گشتن نمیتونن، از دستاش کشیده بردن پیش حبیب خدا. حبیب خدا ابوبکر را نگاه میکرد و ابوبکر حبیب خدا را نگاه. هر دوشان اشک شادی میریزاندند که الحمدلله رب العالمین سالم است. حالا خارجان گفت ماه رمضان است، ماه بخشش است. بخشیدن از یک برادر، بخشش پرسیدن نگم جای عیب نیست. بین سیدنا ابوبکر بین سیدنا عمر رضی الله تعالی عنهما یک مسئله نافهمی بود و حق هم به جانب کی بود؟ عمر. حضرت ابوبکر گفت عمر جان مرا ببخش. کمی در حالت شجاعت بودن حضرت عمر نبخشیدن. و سیدنا ابوبکر از جاش خیستن، دویده نزد حبیب خدا آمدن، نگاه کردن که یک پوچه برو که حضرت ابوبکر بالاست، یک تاش پایان است. حبیب خدا ابوبکر تماشا میکرد، استراحت میکرد. گفت رفیق شما با کسی جنجال کرده است. نزدیک اومد گفت ابوبکر چی شده است؟ گفت حضرت جان بین ما و عمر یک مسئله نافهمی است، حق به جانب عمر است. پس حق به جانب عمر است، چرا ناراحتی؟ حضرت عمر مرا نبخشید، من برای همون ناراحت. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن ابوبکر تو را عمر نبخشید، تو را خدای عمر میبخشه، تو را خدای عمر میبخشه و تو را خدای عمر میبخشه. چند لحظه بعد عمر فاروق آرام شدن، دویده خونه ابوبکر آمدن نیافتن و دویده نزد حبیب خدا آمدن. همه جایی که عمر نمایان شدن چهره‌های مبارک حبیب خدا سرخ شدن، ناراحت شدن. حضرت ابوبکر به زانو افتاد که عیبی ما است، عیبی عمر نیست. و عمر میگه نه عیبی ما است. برادر حبیب خدا سخنی گفته است که من میترسم او را در اینجا تلفظ بکنم. گفت ای مردم یاد داره زمانی ما گفتم ما پیغمبرم، همه شما مرا دروغگو گفته بودیم و اینی مرا قبول کرده.
حول ولا قوة الا فکذبتم. شما مرا دروغ گفته بودید، یعنی جوانمرد مرا قبول کردن. لا حول ولا قوة الا بالله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه از زمانی که حبیب خدا می سخن گفت کسی ابوبکر میگه ناراحت نکرد. ابوبکر است. ابوبکر نفری است رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بالای کوه احد آمدن. احد جنبید. رسول الله گفت یا احد اثبت، احد آرام باش، نمیدونی بالای تو کی است؟ چرا بی‌ادبی میکنی؟ نمیدونی بالای تو پیغمبر خدا است و بهترین رفیق او ابوبکر است. و دو تا شهید گفت عمر و عثمان. احد از جنبیدن ایستاد. احد نزد صحابه های پیامبر بی‌ادبی نکرد. صحابه است. حالا من و شما هر چیزی اصلی را میپرسیم. لباسمون اصلی است، غیر اصلی است، طعامون اصلی است، غیر اصلی است، ترکی است، خیتایی است. یک بار سوال کردیم که همین ایمانی ما میگیم، مسلمانی ما میگیم، ما مسلمان اصلی هستیم یا نیست؟ صحابه حبیب خدا میرفتن سوال میکردن. یکی از صحابه آمدن سوال کردن حضرت جان ما از کجا بدونیم که مسلمان واقعی هستیم؟ ایمانمون ایمان واقعی است، اسلاممون اسلام واقعی است. گفت همون جایی که برادرت آمد به چهره کشاد پیشوازش گرفتی، هم ایمان و ایمان اصلی هست، هم اسلام و اسلام اصلی هست. با اندک عمل انسان میتونه که مسلمان کامل شود. یکی از صحابه حبیب خدا آمد فرمودن متى الساعه؟ حضرت جان قیامت کی میشه؟ پیامبر ما صلی الله علیه و سلم سوال کردند که از قیامت سوال داری؟ آیا برای قیامت یگان تیاری داری؟ گفت حضرت جان هیچ تیاری ندارم مگر تو را دوست می‌دارم خدا را. گفت ختیما هستی. و نکته جالبتر سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه با حبیب خدا نشسته بود و پیامبر سوالش کردن که عمر مرا دوست می‌داری؟ حضرت جان گفت من شما را دوست می‌دارم. گفت مرا زیاد دوست می‌داری یا پدرت؟ گفت حضرت جان شما را. مادر، فرزند، آخران گفت مرا زیاد دوست می‌داری یا خود؟ حضرت گفت من خودت زیاد دوست می‌دارم. گفت عمر حالم ایمانت کامل نشد. و حضرت عمر خواستند بچه‌ش قتی ملاقات کردن. بچه‌ش گفتن پدر جان چرا پریشانی؟ گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کرد که مرا زیاد دوست می‌داری یا خودت؟ من گفتم رسول الله خودم زیاد دوست می‌دارم. گفت چرا پدر جان نگفتی که من از خودم زیاد دوست می‌دارم؟ گفت عبدالله حالی من نفس مده سوال می‌کنم. سوال یکم که این نفس تو زیاد به من محتاج داری یا به محمد صلی الله علیه و سلم؟ و سوال دیگم تو روز قیامت پیش خدا میری به عملهای خودت میری یا با شفاعت پیغمبر؟ گفت فاطمه نفس چی گفت؟ گفت نفسم گفت عمر از تو من زیاد محتاج به محمد و من روز قیامت پیش خدا میرم به عملهای تو نمیرم، من با شفاعت پیغمبر میرم پیش خدا. و دوباره رفت دست مبارک قپید گفت حتی از جان عزیزم ده تو برای من عزیزی. گفت عمر نو ایمانی تو کامل شد. صحابه هست. یک بار یک کس پرسیدیم، او حدیثی را خواندم از ابی دردا، پرسیدیم که جنت چگونه مولی هست. یک بار تصور کردیم که جنت چگونه است. یک بار نماز خواندیم، بار فکر کردیم ما چی خواندیم. خدا هر کس هم اجازت نمیده طهارت بکنه. حتی حبیب خدا میگه خدا به حال چند انسان ها تبسم میکنه. یکی از اون انسان هایی که در جاگه گرم خواب است، جاگه ترک میکنه، که زمین را طهارت میکنه، یا سر دست سجده الهی میکنه. خداوند از این گونه بنده خیلی خوشحال میشه و الله هم اجازت میده ما و شما رو پروش میستیم و دستامون هم بلند میکنیم و میگیم الله اکبر و بعد من و شما رو اجازت میده میگیم سبحانك اللهم و بعد اجازت میده میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بعد اجازت میده میگیم بسم الله الرحمن الرحیم و بعد اجازت میده میگیم الحمدلله رب العالمین.
لا حول ولا قوة الا بالله. الحمدلله رب العالمین. وقتی که ما شما میگیم الحمدلله رب العالمین، الله رب العزت تمام ملائکه را جمع میکنه، میگه واقعا ببین بنده ای که مرا ندیده است، این دنیا و آخرت شکرش به جا آورده است. تربیت کنندش کی است؟ الله رب العزت. یک صحابه اومد پرسید حضرت جان همین جنت وصف میکنی جنت درخت هست؟ حضرت گفتن بله در جنت درخت هست. گفت نام همون درخت جنت چی است؟ گفت توباست. و حضرت جان غفصی درخت جنت چند است؟ گفت غفصی درخت جنت یک ماه همین غفصی درخت جنت گفت شطور گیرش تا بخوره گفت پیر میشه و استخواناش میشکنه به آخری درخت جنت نمیرسه. گفت حضرت جان نودهاش چند باشه؟ گفت یک ماه سفر است. گفت دانه هاش چند باشه؟ گفت دانه هاش پیش در جای همین ستیل ای پوستی گو سناش میگفتن. پس اون سوال عجیب کرد. حضرت جان گفت همون وصف جنت را کردی حالی چشمای من دیدیست مرا چشمام خیلی نمیکرد. حبیب خدا گفت اون چه چشمای دیدیست چشمای من هم دیدیست. یه نفسی چخر کشید. حضرت گفت من شبنده. گفتن چرا؟ گفت برادرتون خوش از جنت دور کردنتون اسم جان به الله تسلیم کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اصحاب گرامی بودن، گفتن کدومی از شما رو جنت رفت؟ کی در دنیا جنت میره؟ ابوبکر صدیق هم از سرخم، عبدالله عمر میده گفت حضرت جان رو جنت رفت. پس اون حبیب خدا دوباره سوال کرد که کدومی شما از میوه جنت خورد؟ عبدالله گفت حضرت جان من خوردم. عمر گفت خاموش باش، از تو کلاما خاموشم. حبیب خدا سیم بار گفت که کی از آبهای جنت نوشید؟ و حضرت جان من. پیامبر پرسیدند که عبدالله رو خلت جنت رفتی و از میوه‌اش خوردی و از آبهاش نوشیدی؟ حضرت جان گفت روز قرآن میخوندم، در وصف جنت خوندم، والله حالم پرنده‌های جنت فریاد دارن، صداش ابیخ گوشی من هست. و وقتی در باره میوه‌اش خوندم حالم مزه‌اش از دهن من نرفت. و در باره آبهای صاف و مصفاش خوندم حالم از حلقم پایان نشد از شیرینیش. ما باید قرآن این گونه بخونیم. برادران نماز ایره نخونید خدا را منت بکنید که من فرض بگی میگم نخوام. نماز بخوام رضای خدا را حاصل کن. یه خیر را انجام بده خدا را منت نگذار. خدا را از خودت راضی بکن. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آخران انسانی که جنت می‌دره بعد یه کسی دیگه جنت نمیره. اینقدر میسوزونن که دیگه دست پاچش کار نمیکنه. خش از دوزخ کشیده میبره. خدا فریادش میکنه یا فلان ابن فلان بچه فلانی بره جنت. میره و جنت پر از جای نیست بدره. فیرجع فیقول یا ربی خدای جنت تو پر از جای نیست من دیگه بدرم. خدا میتونست دوباره برم. دوباره هم میگشت سیم بار میگه خدا یوز تو مرا مسخره داری به حال من میخندی دیگه جنت در جا نیست. الله اینقدر رحمش وسیع میشه میگه همون جنتی رو تو گمان میکنی پر هست دیگه جا نیست. در همون جنتی که تو گمان میکنی پر هست مثل شاههای دنیا مقام مرتبه خدمتگار به تو میمه راضی میشی. لا حول ولا قوة الا بالله. خدا راضیگی بنده گناهگار خواسته است. خوش به حال بنده گناه نکرده باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم تن نازی و بنده رو با خدا حرف نمیزنن. با لغت روز قهر میکنن. 2 برابر شاههای دنیا میتون میمه راضی میشینی گپ نمیزنن. 3 برابر گپ نمیزنن. 4 برابر گپ. 5 بار میگه خدای من نوایت راضی است. خدا میگه من 10 برابر میتونم. هر چیزی دلت خواهش داره نیست. برادرها پیامبر را ندیدیم الحمدلله ایمان داریم. همین پیامبر نازنین با وجود همین صحابه های جگرگوشه آرزو کرد که یک بارک ما و شما را ببینم. کاش که این آرزو را ما میکردیم که یک بارک پیغمبر تا میدیدیم. اگر خدای پیغمبرت میتونست که ما یک گناه میکنیم شاید آرزوی دیدار ما را نمیکرد. خدایا با کم بودی ما نگاه نکه به آرزوی حبیبت نگاه. خدای کار تو به حکمت نیست.
اگر حالا رسول الله وجود می‌داشت شاید چشمای ما تا خطی تماشاش نداشت، شاید قلبای ما از حرکت نمی‌ماند. خدای روز قیامت ما را چشمی بده، قلبی بده تا خط دیدار خودت حبیبت باشه. خدای خودت وعده کرده که جنتی ها هر خواهشی داشته باشن اجرا میشه. اگر در تقدیر ما جنت باشه، خدای ما یک خواهش داره، ما را با همین رفیقامون جنت بخش. خدایا روز قیامت ما را اجازت بده با محمد صلی الله علیه وسلم صحبت کنیم. درد دلی زیاد داریم، گفته‌های زیاد داریم، بگیم شه محمد ما تو را دوست می‌داره. از پدرمون هم زیاد، از مادرمون هم زیاد، حتی از جان عزیزمون. برادر رو تصور بکنیم پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت ما همون رفیقایی که در این دنیا نمی‌بینیم در حوض کوثر می‌بینیم. آرزو داره که من شما رو در حوض کوثر، خدای همون روزی که از حوض کوثر آب خوردم اگر نصیب ما باشه، ما به ظرف نمی‌خواهیم، ما از دستای مبارک می‌خواهیم بخوریم. پروردگارا ما را جنت بدار با محمد صلی الله علیه وسلم. خدایا تی قد ارحم الراحمینی، خدای بزرگ، ظالم نیستی ظلم بکنی. یک بیماری را آوردی تمام کره زمین در تشویش. این کمبودی از ما هست. شاید پدری پیر داشتیم از حالش بخبر بودیم، مادر بود، شاید مظلومی بود، بیمار بود، شاید گرسنه بود و ما 3-4 بار افقات خوردیم. شاید او کودکایی که در درون بحرها لقمه‌های ماهیا شدند و رفتن از ما شکایت کردند و این بلا را بالای سر ما آورد. خدای چگونه ما بنده‌هاتن، ما هم بنده‌هاتیم. خدای ما التماس میکنیم، صلح کنی آمدیم، آشتی شوی آمدیم، این بلا تأثیر ما برداشته بکن. خدای عالمات خارزار شدیم، عالمات فراموش نکن که عالمای تام که ما راهی تر میابیم، اگر یا نباشن ما کجا میریم. خدای چگونه که در روز قیامت در فکر عالمات هستی، در همینجا در فکرشان باش، عزت نصیبشان بکن. خدا گذشتش رحمت و مغفرت، باقی مانده عالمات خدا عمر دراز، صحتی، سلامتی، الفت و مهربانی و یکدیگر فهمی را بین همه عالما، خصوصا عالمای تاجیکستان، بین همه مردم خصوصا مردم تاجیکستان نصیب بگرد. خدای ما طالب علم ها و این چنین سایر طالب علم ها و اهل قرار در آنها پروردگارا از ما پدر و مادر گذشته باشه رحمتش. اگر تا حال در درون قبر در سوال و جواب گرفتار باشن، خدای سوال و جوابشون آسان کن. اگر قبرهاشون تاریک است پروردگارا روشن بکن. اگر تنگ است وسع، اگر چای دوزخ است باغ جنت بگردن. پروردگارا این بنده‌ای که در اینجا جمع شدن مقصدشون خوردن نیست، مقصدشون رضایت است. یا الله هم از یا راضی باش. پروردگارا تو خدای ما راضی، ما هم بنده‌ای که هم از ما راضی باشه. خدایا تو خدای ما راضی، اما ما هم بنده‌ای که هم از ما راضی باش. خدایا تو خدای ما راضی، اما ما هم بنده‌ای که هم از ما راضی باش. خدای دین اسلام رو بالای ما آوردی، ما قبول داریم، ما رو همچون مسلمان قبول که الحمدلله. و پیغمبر بالای ما آوردی، ما قبولش داریم، ما رو همچون امتی رو قبول کرد. خدای ما در این دنیا اقرار میکنیم گناه بسیار داریم. روز قیامت به خاطر ما شده سر محمد خم نکن. خدایا ما ایمان داریم، روز ما را یک و یک میپرسی، هیچ کسی نیست پشت ما را بگیره. شب تنها میمونم، تو ما را تنها مگذار. نمازهای خونده که من قدر که در داخل قبرمون مونیس اجر. پروردگارا روز قیامت ما را سوال میکنی